کشتم باز برگشتی. این دفعه کشته جسدت رو سوزانده به دریای گنگ میپرتایم. دیگر آمده نمیتوانی. من مردم. از برای خدا من رو نه نرم. رهایم کن زهرا. ماما کس از قفای ما بی. اکا مکان سخرا در همین جاست. من این سخرات را پرانید. چی گپ شد؟ سردار کانونی دیوونا باز با مکانی ما حمله کرد. کنون رفتیم کارش رو تمام کنیم. این رو بعدا میکشیم. تو همین جای ایستی. کانونی دیوونه اینجا بودن این کلتکل از رو چی فهمی؟ با کلتکل صدام سر را گرم کرده. کلاس کجا شد؟ همینجا بود اکا. رفته او را دستگیر کنید. رفته. خیلی انبار رو از نظر نگذارونده. عریق آنجاست. دیگر کجا می رود؟ خطا نکنید. با دقت باشید. کجا شد؟ خواهد زنکا؟ به خدا زند. رفته.
کلاس را از دست ندید. زیا سردار کلتا کلاس کنه. خدا لعنت کند. سردار پلیس ها آمده. جمع شوید برویم. میگویزم تشکیل کنه این سگها را. جمع شوید میرویم. از پاسشون نمید. دمید گفتم. رها کن مرا. دستت رو گیر. سرد مرا. اکا این دختر از انبار یافته. ابله تو چی کار کرده شده ها؟ چی میزنی اکا؟ با طرف زن سلاح میبردارن مگر ها؟ خانم میلیس بخشش میپرسم. احمد کجاست؟ با او چی کرده؟ احمد گفتی؟ احمد کیست؟ بچه احمد که او هسته ها؟ ملیس تو به من دروغ گفتی ها؟ از پشت تو شده زیا را از دست دادند. جناب کنان خانم زهرا جناب کنان زیا را دیدید؟ زیا گفتید؟ کدام زیا؟ شما حاضر درباره خدا رحمتی زیا گفته ایستاده اید؟ زیا زنده است. چی میگوید؟ هیچ کس از جاش نجومد. دست با بالا. نمید آمد. همین نمیرسید. تو از کجا بار آمدی چار چشمه؟ خانم ملیس خانم زورو کنانی دیوونه نمکی به نمک شرفی به شرف. لوین بله منم. اما مرده شما دایدی چکار میکنی؟ احمد خوب هستی؟ این کار ساخته از کجا پیدا شد؟ منم میدونم. خوبم ولی به سرم چیهایی که نه. از دستی آنها رها یافتی؟ رها یافتم. تو از کجا میدونی؟ تو را دستگیر کردن من دیدم. دیدی؟ خدایا چه خیلی؟ احمد اینها رو یک طرف مان. در کجایی؟ خوب هستی؟ به تشویش جایم امن است. به شرف ها تلفنم را گرفتند. از تکسفان زنگ زده ایستادم. حاضر به پلیس رفته شکایت میکنم. احمد به شعبه پلیس نرو. احمد تمام بعدم به تو زنگ میزنم. تو بازدی. خانم ملیس خانم زورو اینجا بسیار خطرناک است. بیاید من شما رو به خانه‌تان میبرم. ای دست این نمکی به نمکی کنان دیوانه هر کار میاد. رفتیم بیا ملیس ما کی گفتیسم رفتیم. سیاتا بجا کن نمید. اگر یک بار دیگر من در اینجا شما رو بینم بچه بوده چونان میزنم که یگان جای آباد تا نمیمانم. فهمیدی کنانی بی عقل. او این چی خیل ترسی گپ زنیست ها؟ او چی خیل گپ میزنن؟ او با اینها گپ زدن رو نمی آموزانن. ای خیالت ها برای رفتیم. بیا نسبت سفرات بیشرف شکایت کنم از او خلاص شود. اصلا نسبت کلتا کلاس شکایت کردن در کل لیک او مرده است. مرده بلا را به سر من گذاشته رفته است. سلام جناب پلیس. علیکم سلام. یک شکایت داشتم. بگویید. میلیس تو در آن انبار چیکار داشتی؟ بگو. ای بابا جان چند بار به شما گویم برای واخوری با احمد رفته بودم. راهم را گم کردم. صدای سیلاه رو شنیده در حال به پلیس زنگ زده بودم. دروغ میگوید بابا. با احمد نیو بازی ها میخورده است. اما سقرا زیا را از دست داد. اهمیت نده ملیس جان. از رشک زیاد این خیل میکنم. البته که تو جوانی زیبا رو یافته ای. از حسد دیلش تپ زده ایستاده است. این باشد حالو هم از پشت شوهر مرده اش است. خاموش کنین. خاموش. دمت را گیر. ملیس آخرین بار میپرسم در آن انبار چی کار میکردی؟ بابا جان کافیست اکنون. من بسیار خسته شدم. از زهرا و گپ‌های دروغی گفته او خسته شدم. خواب دارم. من خواب میکنم. شب بخیر. خوابای شیرین. خوابا این دیست که عزیزم گریز حتما زیا رو میابم. باورم نمی آیده. حالو هم زیا میگوید. زیا گفتی؟ بله
акай унал ҳам омад ҳама дигар мешавад. базиё гуфт язна зуҳро سردارم میبخشید اکرم نال شما در اینجا چیکار میکنید؟ خواهش میکن زودتر اجاره بده که همه بابا اکرم سنایپرشو میگیره طرف دگان تیر خول میکنه دگان واقعا گرفتار میشه. унал ро ман даъват кардам. чӣ гуфтед? хуш омадӣ унал. хуш бошед ҷаноби акрам. марҳамат. чӣ? ташаккури зиёд. بخدا شما اشتی کرده مبارک شود. اکرم در خوش آمدی خانه بابا اکرم خانه خسرت خوش آمدی. مانده نباشه. تشکر زیاد. خواهش شکایتمون رو کردیم. آماده شدم. تمام. تنها مهری دستم رو باید تازه کنم. унал масъалаи калтакилас чӣ шуд? ту ҳам баъзан ӯро ҳар ҷо мебинӣ мегӯянд. ба фикрат эҳтимол аст ки калтакилас зинда аст. ҷаноби акрам шӯхӣ кардед зодед. калтакелас мурд. аз ин 1 сол гузашт. инро шумо ҳам хуб медонед. ин гапҳоро ту гуфта истодаӣ? албатта ман. яъне ин хел намешавад. шумо фикр мекунед ки ӯ зинда аст? ҷаноби акрам ман як духтури хубро мешиносам. бояд бо ӯ вохӯред. язна ҷон лутфан зиёро аз дасти сухро наҷот диҳед лутфан. зуҳро аз барои худо ин хел накун. ин хел нагӯ. калтакелас мурд духтарам. сухрот ӯро чӣ хел дастгир мекунад? язна намурдааст, зинда асту. мелис ӯро аз мо пинҳон кардааст. зуҳроҷон ҷонам бин пештар ба бобоят ҳам гуфтам як духтури хубро мешиносам. наздаш рав ҳатто бо бобоят як ҷоя равед. чӣ хел духтур язна? психолог. دیوانه را سوز میکنه. гуноҳи ман ин аст ки мисли ту бар инро ба наздам ҷиғзада суҳбат кардам. зуд аз хона баро. ҷаноби акрам ман зори хонаи шумо нестам. маро шумо ҷиғ задед. ман омадам. хуб меравам. аммо ҳатман назди духтуре ки гуфтам равед. бинед ман наҷот ёфтам. хуб шудам ва аз ин хаёлоти бофтаи калтакелас халос шудам. фалон гап мезанад. зуд аз хона рав. зуд бош. تمام گرفته بر این را. اکرم نال التماس بیا همینجا بریم سرمون در بالون نمونیم. فکر خودتون نکنید فکر منم کنید ما از اینکه تو داره حالا هم گمزده ایستادن. دف شوید روید. از خانه هم زود باید خوب شوید. عصبی نشوید. بابا جان تمام. بابا جان آرام باشه. جان من لطفاً بیاید. جانو که من تمام رفتن. خوب هستید؟ آکا رسم زیبا داشته. چرا اون رو تازه کنید؟ چه زیبا. یک مهری عادی است. تازه کنید روید. تمام. پس برای چی کشیدی اکا؟ از کجا میدونی؟ میدونستم میکشیدم مگر. با جایش چه خیلی رسم کشه اکا؟ شیر، پلنگ، روباه، مرغ. تو چی ها میگویم برادر؟ با آبرو و وضعیت ما این خیلی چیزها نمیزیبد. اکا شما چیکاره هستید؟ استاد دین و اخلاق هستم. این خیلی باشه چرا رسم کشیدید؟ گناه نیست مگر؟ برادر این برای من گناه است و برای تو نه؟ باز از این کار پول کار میکنی. گپ رو کم کن و تازه کن. تمام. مایلش اکا. خیریتی از این مهر هم خلاص شدم. این زاغ سیاه دامرازیا بخیر است. از همه بعد کالتاکیلاسش بود. با اون دیوار چی خیلی میستی کالتاکیلاس برامدم ها؟ از راستی کالتاکیلاس هم ای من استادم. آشخونه چی هم مرا کالتاکیلاس گفته داد زد. به خدا کمی هوش بر سرم داشتم آن رو هم از سرم گرفتم. والله گرفتم. بالله گرفتم. یا خدایا من چیکار کنم من؟ این شولا دستگیر نکردن احمد رو. این روز چه روز بوده؟ احمد برای چی نامزدی من رو آغوش کرده ای؟ کدام نامزده؟ شما کی هستید؟
کردید پس یگان چیزی مهم است. از اون آدمی که شما سپارش دادید ما معلومات پیدا کردیم. نه؟ چی بود است؟ بالای جان مردم شاگردی زها سقراط از پسی او بوده است. سقراط؟ بله. سقراط. شما کی هستید؟ این خیلی نکن برادر. اویو نمیشناسی؟ یک بار به خونه اومدیم. در چند بخبر اومدیم. زفر نکند که ما رو با جای نادرستی آورده باشی. نه عزیزم، این از قشلاق همون است. احمد است. کمی شوخی کرده ایستاده است. خیلی شوخی ها؟ از کدام قشلاق همان؟ نمیدونم از کدام قشلاق هم؟ دیدی عزیزم، از کدام قشلاق بودنش رو از ما میپرسن. و تو نگفته بودم که شوخی میکنن. چه خیلی شوخی برادر، چه خیلی شوخی میکنم. شما با این خانه چه خیلی در آمدید؟ با کلید؟ چی؟ با کلید؟ البته با کلید. او چی میشو دیگه؟ و تو چی شده؟ خوب هستی؟ احمد چرا چونی نگاه داری؟ و خودت به من کلید دادی گفتی که کی خواهی بیو؟ من دادم کلید رو؟ دوست باشدی شاید هم قشلاقی هم باشد. شاید حافظم رو از دست داده این خونکرو را در یاد ندارم. همشهری تو خوب هستی؟ تو منو نشناختی؟ یک جای کلان شدیم آخیر؟ بچه گمش کن. نه. چی نه؟ البته که نصف شب به خانه در آمدم، حیران شدم شما رو دیده، هوشم پریشان شد. از برای خدا ببخشید، مرا معذرت میخواهم. خیر خوش آمدید نمیگویی؟ خوش آمدید. در نزد ینگت مرا شرمنده کردی. ینگه بخشش میپرسم. از راستی من حیران شدم، در نصف شب شما را دیدم پریشان شدم. هیچ گپ نه، همش خوب است. استغفرالله. آدمی که سقراط از دست داده است با کلتکیلس چه رابطه‌ای دارد؟ سقراط هم از پسی کلتکیلس بوده است. خیر. اویله گلسوم او رو با من ندادن، من او رو دوزیدم. گلسوم؟ نصیب باشد میگیرمش. از قشلاقی بالا دوزیدم. یک لحظه من نفهمیدم. تو گلسوم رو چه خیلی دزدیدم. اکه هایش از پسم بودن. در قشلاق مونده نتوانستیم. به اینجا آمدیم. خدا زده. اکه هایش به اینجا آیند چی کار میکنی؟ نترس، نمی آیند. تا اونها آمده میرسند که ما رفته به قشلاقمون میرسیم. مجبورند که تکلیف ما را قبول کنند. خیر، پگاه سحر باز با پورگی میفهمونم. ما رفته خواب رویم. رفتیم جون. شب بخیر. شب بخیر. امشب در جای خوابی تو ما خواب میکنیم. نادرست نفهمی ها؟ تو نیکو نکنیم به خدا که نمیرسیم. چرا نادرست میفهمم؟ وقتی که آمدم یک جای خواب. نه اما تو ما رو نادرست فهمیدی. در بینمون بالشت بود کو؟ به من چی که بالشت بود نبود. ما رو یک سوگذار. تو میجگان رو چیکار کردی؟ میجگان؟ تو از کجا میدونی میجگان رو؟ چه خیلی از کجا میدونم. همگیری هم میکردی. میجگان گفته. چیکار کردی؟ نفهمی شد؟ خیر، اینها رو پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. خوابی خوش به تو. خدایا توبه. خدایا توبه. اینها درست میگویند. هم قشلاقی هایم هستن چی؟ اما چه خیر. هم قشلاقی داشتن باز. کلتکیلس نبودم. این آدم ها ما را میشناختن. گم شود کلتکیلس. خدای توبه. ولی من چه خیلی به بالای اون دیوار برآمدم ها؟ نه، برای به دیوار برآمدن کلتکیلس بودن لازم. احمد شمشک هم میتواند. احمد شمشک هم یک لحظه ایست برادر. اگر دیوار رو من برآمده باشم از اون درخت خردکک چه خیلی افتادم اوف. خدایا هیچ چیز را نمیفهم. اکاونل به عقل خودک فروش گفت که خودک دو سسیسکه داره. یک سسیسکه ایبانش دو تا کرده است. لوین اون آدمی که از سقراط گریخته است دستگیر کردیم؟ نه سردارم، ما او را نیفتیم، او ما یافت. از دست سقراط نجا یافته، در به امنیت رفته شکایت کرد. نه البته استاد دین و اخلاق بوده است. احمد شمشک. من باید به مکتب رفته با خروج گذارونم. پسرم سقراط با استاد دین و اخلاق چی کار داره؟
با خدا ما هم حیرانم سردار. امروز با خدا همش را میفهمم. ما رو هم خبر دویم ساسیسکا شا یافتم. کدام ساسیسکا؟ دویم ساسیسکای گمشیدگی را. دیوانه تو؟ همین ساسیسکای توچکی هم با مزه بده است که؟ البته. ای خدا جان کاش که او را دستگیر نکرده باشند. لبای خشوچه؟ من وی را دیدن میخواستم. این کی است عشقم؟ اگر به نزد احمد آمده باشید حالا اینجا نیست. به خانه نامده بود؟ نه دیشب آمده بود اما صبح بر وقت برآمد. آمده بود است. شما با او کی میشوید؟ ما نزدیکانش؟ شما چی؟ وای من رفیقش هستم. تشویش شده بودم. رفیقش؟ بله تلفنم رو جواب نمیدهد. با کجا رفته است نمیدونید؟ نه نمیدونم شاید به مکتب رفته باشه. با مکتب؟ واه چی خیلی با مکتب؟ یعنی وی با کدوم مکتب رفته باشد؟ بابا جون حالا هم به من باور نمیکنید؟ این گپا رو یک سو گذار. بین دوگانه نزدیکت انشالله نامزدی دارد. او را نباید تنها گذاری ها؟ رو خودت را آماده کن. رو دخترم. تمام. میلش. جانی من بابا. جانکم. جانی نبیره جانم. من به حجره میروم. میلش. اگر کالتکیلا زنده باشد تو از این خبردار نشده او کشته می شود. دیگر تو را اصلا ناراحت نمی کند. اصلا. به کجا خانم؟ به نزد احمد شمشک آمدم. تشکر میلش. دیگر این خیل نمی شود. باید با او بگویم که کلت کلاس است. سرش در بلا است. باید بداند. من گفته بودم بچه ها دختری همه که استاد احمد و علیک درست اینجا چیکار؟ سلام علیکم دخترک. سلام. ما شما را در کلوب شبانه در نزد استاد احمد دیده بودیم. ایست تخمین کنم به نزد استاد احمد آمده همه خیل نه؟ احمد در حقیقت استاد شما است؟ بله بله. احمد شمشک رو میگویم من. البته جانم در این مکتب ما یک استاد احمد است. اون هم باشد استاد دین و اخلاق احمد شمشک. استاد دین گفتید؟ در رسید مکر این همان مکتب است که رفیق زفر در همینجا استاد است. شما با کجا میروید؟ ایستید با کجا میروید؟ بله رفیق کجا تمام شده؟ عزیزا شما میوید. تشکری زیاد. ای کودک ها احمد شمشک در کجا است میدونید؟ شما کی هستید؟ چرا او رو جستجو دارید؟ تو خودت کی هستی؟ یک لحظه ایستید. خیلی گپ است. آدمی که شما میکوبید این دختری امکش است. دختری امک؟ یگان مشکلی باشد حل میکنیم. یگان گپ نیست. اینجا بیا. یاری دید مرا سر دید. احمد مرا سر دید. گفتم تو سر دید. مرا با کجا میبره؟ آنها را دیگه دو. با پولیس دفتر رقم ماشین را نویستگید. کودک شو بسیار دراز است. سرخی بعد دام اینش خیل است. اولی جناب. نه نمی زیبا. این بسیاری برد لیچ است. یعنی البته زیبا است و
یعنی که پس و پیشش بسیار لیشه، یک باران میشه شمال میشه خونکیت میزنه، بعد مجبوریم که بعد بریم و دورو بخریم. خودت میدونی که آیلی که ما کمال، یعنی که عزیز دلم خفه نشم. ما رفته این کرتا رو بدل کن یا کرتای دیگر ببر کن. خیلی نگاه نکن طرف من این رو پوشم. یه دفع کشم سلین یا کرتای اطلسی تاجیکی پوش. ببین بسیاری بد گپ زدی به خودو. اپا جون گپی را گوش نکردم و کرتای اطلسی تاجیکی یک دفعه پوشه تمام نکن. معقول نیستم خیلی کرتای میپوشم. خانم زیرا من را گوش کنید، من به شما گپ دارم. آدمی که سخرات از دست داد ما او را یافتیم. زیو رو پیدا کردی؟ زیو گفته نه جونم چه علاقه دارد. زیو نه، زیو مور بر وقت مور. زیو را اگر بخواید به سر قول زیو را و من به شما دیگر چی را گفتنی هستم خانم زیرا. سخرات به اخلاق استاد دین و اخلاق را دست کرده بوده است و استاد آمده شکایت کرده است و هم رقم هایش آماده است که من به او باید واخورم. استاد دین و اخلاق گفتی همین خیر؟ بله، من هم ایران شدم به خدا. نصیب باشد در تیم حوصله دوگانه عروس شما بشید. سرم چی شد؟ در کجا بودید؟ بسیار حادثه ناخوش رخ داد. چی شد؟ استاد آدمانی سلاحدار دختری امکی شما رو بردن. دختری امکم؟ کی هست تو؟ استاد دختری که با او در کلب شبانه بوده. کی برد میلیس؟ جناب احمد، من به پلیس خبر دادم. با این رقم زنگ زدیم، نامش کمیسر لوینت است. تلفن کرده رقمش رو داد که با او زنگ زدیم. شد استاد رحمت. نتوانید. بردار میگویم. چی صدایی؟ بردار میگویم. الو میلیس خوب هستی؟ احمد تو خوب هستی؟ چی را بمانده؟ خواهری ما رو زفری به شرف دزدیده آورد. آنها را در کجا پنهان کرده ای؟ دروغ نگو، همش رو میدانیم. زفری بیناموز خواهری ما رو دزدیده به استانبول آورده است. همه دیه این رو میداند. دختر را رها کنید، او علاقه ای ندارد. رها میکنیم. خواهرم را گرفته پس رها میکنیم. زود سراغه و مکان. خواهرم رو بیده وگرنه دختری امکت رو میکشیم. وقتی زیاد نداری، زودتر باش. شد سراغه را با پیامک میفرستانم. به دختر دست نرسانید. منتظرم. ای خاله جان، سوزی نغزی؟ خوبم پسرم، ولی تو رفیقی نزدیک استاد احمد ظفر نیستی مگر؟ وقتای زیاد بود که نمی نمودی. بخیر است؟ کدام شمال ها آورد به اینجا؟ ای خاله جان نپور، سرم در بلا است. من خانه دور شدم، با همسرم یک جای آمدیم. یگان مولای نمی اوید که مای نکاح کند. به نکاح وی کار نمی شود اخیر. کدام کار نمی شود عجبا؟ وای خاله جان میفهمید اخیر اون کار نمی شود. تمام من حاضر رفته امام را گرفته می آیم. این کار حل می شود انشاءالله. شد خدا از شما راضی باشه. گلسوم بابا جان میلیس در خانه است؟ نه نیست دخترم. در خانه نیست مگر؟ نیست. به نزد زیو رفته است. دختری من با شوهری ساخته تو چیکار دارده؟ با سری قبرش رفته است مگر؟ در نزدش است. ای دختر جانی من در نزدی دوست داشته قهرمانش است. با این بچه هیچ شنا شدن نتوانستی؟ دعوتش میکردم اما تلفنش خاموش بود. اما پروا نکنید، من بخوری تشکیل میکنم. با قهرمانی حقیقی عائله‌مان شناس خواهید شد.
میلیس کجاست؟ در جلبو دادیس رو کاری نکرده ایم. خواهرمون رو بده، دختر امکت رو بگیر. کنیگابزان خواهرم در کجاست؟ خواهرتان در داخل است. توبه کردم خدای، افت را ببین. خواهرتان اینجاست. بلشم این طرف بیا. کسی که خواهری مرا میدزدد جانش رو میگیرم. آرام ایستا. آنا با شما. گیرید آنها را. گیرید جناب پلیس. رفتیم به شعبه و یارو پتو را گیرم. سلامت باشی برادر. تو بازدید. ای دختر رو احتیاط کن. کدام دختر؟ دستانم رو پوشو. احمد، هنگامی که تو رو بردن ترسیدم که دیگر تو رو نمیبینم. دیگر فکری این گپ‌ها رو نکن. گذشته. خوب هستی؟ تو چرا به امنیت رفتی؟ اگر تو رو دستگیر میکردن چی؟ نه جانم، رفته از روی آن سقراط بیشرف شکایت کردم. چرا من رو دستگیر میکردن؟ تمام. بیا به داخل درایم. کمی استراحت کن، آرام شو. خوب هستی؟ چرا اینقدر سراسیمه هستید نمیفهمم. بعد از نماز هم این نکاح را بستن ممکن است. نه دوملا، این کار را هرچی زودتر باید حل کنیم. وضعیت دیگر خیلی است. کاری خیر است دوملا، کاری خیر. میدونم این کاری خیر است. چی سراسیمه اید؟ بعد از نماز هم میشود نکاح کردن. احمد جانم چی شد؟ بسیار تشویش شدم. خوب هستی؟ من خوبم، مشکلی نیست. به همه بگو که تشویش نشوند. میلش؟ شکر خدا. تمام. درس رو نگذاشتیم، اما شما خوب باشه دیگرش مهم نیست. وای، احمد تو در حقیقت استاد هستی؟ چی خیلی یعنی؟ البته استادم. استادی را ساخته می شود. ای نه یعنی تو نمیتوانی استاد شوی. چرا؟ چی خیلی نمیتوانم؟ استاد هستم کن. وای، استاد میبودی به من میگفتی؟ تو نپرسیدی؟ نه غیر امکان است، نمیتوانی. یا خدایا چی خیلی نمیتوانستم. من استادم، 12 سال شد استادم. چی؟ قهوه را بیارم. 12 سال؟ این آدم رو تنها حافظه‌اش از دست نرفته است. خودش رو دیگر آدم فکر میکند. طلبه ها هم او رو استاد گفتن. این 12 سال میگوید. نه نمیشود. من این رو کلت کلاس بودنش رو باید گویم. سرش در بلاست. احمد، به تو باید یک چیزی مهم رو بگویم. البته گوش میکنم. میخواهی که تو رو دوست میدارم بگوید؟ نه برادر، اون مرا نگاه نمیکند. گپ دیگری دارم. تو رو چرا دزدیدن؟ نپرس. مرا با کلت کلاس گفتنی شخص مانند میکنند. چه خیلی مانند میکنند؟ چی میدونم، نفهمیدم. میگویم که بسیار به او مانند است. مرا مسخره دارد یا در حقیقت کسی دیگری است که مانندی کلت کلاس است؟ این خیل شدنش غیر امکان است. فراموش کردم. با یک کس باید زنگ میزدم.
الو الو جناب لیوند سلام، من احمد شمشک از مکتب استاد دین و اخلاق هستم. همون معلم امروز مرا پرسیدید به فکرم. سلام علیکم جناب احمد، من لمنت هستم، کمیسر امنیت. اولا من از نام خودم و از نام پدر و مادرم شما رو برای از دست سقراط بیشرف خلاص شدنتون تبریک میکنم. شما آن جنایتکار دزد پدر لعنت رو دستگیر کردید؟ حضیرش دانه، اما شما رو ما مثل لقمه استفاده میبریم. سقراط از پس شما میشود و ما او رو دستگیر میکنیم. با شما واخوردن هم لازم. کمی گویی کیزم میزند. حاضر نمیشود، کمی کار دارم، ولی ساعتهای 3-4 میتوانم واخورم. میشود یکم پرابلم نیست. بینم بیگو من با سیرت مرکه نامزدی دارم. اگر وقتی همین است بعد مرکه ما میخوردیم. ای سردارم، سقراط برای چی از پس یک معلم دین نگشته است؟ من او رو باید دانم. کار برای لوین اولین درجه است. کار رو با احساساتم آمیخته نمیکنم. تو در حقیقت دیوانه بودی. هم مردک تقام دیوانه شد. سلام دخترم، رفیقی استاد احمد نقم اینجا باشم. این همون امامی که من زیر کردم همون نیست؟ این دختر را در کجای من دیدم، اما خدایا و یادم نمیآید در کجا دیده باشم. در داخل است. باید هرچی زودتر آنها را نکاح کنیم. عجیلی ملیس خانم کی آمد؟ امامی که زامبی گفته داد میزند نیست مگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان. برادر این خیر امکان است. دامون چیزی که من ببینم تو هم دیده شده ای؟ دیده ایستادم. دیده ایستاده یا زامبی. این راه نمیشود. این زامبی است. من این را نکاح نمیکنم. این زامبی است. دخترم آیله دار نشم. نزدیک نشم. تو زامبی هستی و من نزدیک نشم. گمشم بگویم زامبی خدایا کالتاکیلاس شاید از دستی سقراط نجات یافته باشی، اما از دستی من نجات نمیابی. الو باوری دارید او است؟ این رو بین. روی چیز میریس یک چیز رو پرسیدن میخوام. برای مرا با عائلت شناس کردن حاضر نیست؟ حاضر نیستم، اما تو به این هم از عائله ما هستی کن. یعنی چی خیلی؟ با شاگردانت گفته ای که دختری عمکم است. چی کار کنن؟ گفتن که استاد دین با این دختر زیبا در کوه بیشبانه چی کار میکنن؟ من باشم یعنی دروغ گفته نتوانستم، مجبور شدم که چنین گویم. تمام وای احمد، من میخواهم که با تو به اسب سواری روم. پدرم مرا در خوردیم با آنجا بسیار میبرد. عجب با من یک جای میرویم همراهی میکنی؟ البته میرم وای، یعنی من سر و لباسم رو عوض کردم میایم، بعداً با هم میرویم. قهوه‌ات رو نوش، من حاضر گشته میایم. مایلش.
Saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem, senle geçen günlerimi en son anında bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim, saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem, senle geçen günlerimi en son anında bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini ninniler برای با من آمدنت minnetdor هستم. dizlerimde uyusam seni. Hiçbir şeye değişmem, senle geçen günlerimi en son anında bile رفتیم. tutmalıyım ellerini. دریافت لذت دلخواه نه همیشه با آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از چای مرل حلاوت بر. یک طرف است حیوان. این چه خیلی گفزنی هستن؟ خودت کی هستی؟ اما که خودت رو حرمت کن.
دخترم از پشتی این کلتک لاسی حرام شده تو را با دستان خودم به خاک سپاریدم. اگر او زنده باشد با دستان خودم او را زیر خاک میکنم. Адам аз паси картакилас будааст. яъне картакилас зиндааст ҷаноби акбар. ин суратҳоро пештар дар макони аспсаворӣ гирифтам. ҳамроҳаш як духтар буд. متاسفانه او را گم کردم. اگر او را پیدا کنم باید چیکار کنم آقای اکرم؟ مرا خبردار کن. میلش. ملیس جان تو خواهی نخواهی امروز من با داماد شونده‌ام وا میخورم. مادر اینجا چیکار میکنید؟ ملیس شیرینم وای خواستم که وای چقدر زیبا می نموی دخترم. تشکر زیاد. خیر. این کی باشد؟ لبای روز بخیر جنابی احمد. من تولیم مادر ملیس. سلام خانم خوب هستید؟ رحمت من خوبم. یکی از نزدیکانم نامزدی دارد. خواستم شما اشتراک کنید. با دوست پسری دخترم شناس شدن میخواهم من. البته خانم من هم با شما شناس شدن میخواهم. میآیم. روز بخیر. همه اتان را به حیرت میبرم. دامادم را بینید دامادم را. یا خدا کارا ببین از نهایت این بگاه با خوش دامنم وا میخوره. من خوبم خوش رویم شناس میشوید. بالیوند بود کی بود واخوری داشتم اما نبودش. بعد وا میخوریم. یا چه گپ است؟ اکا یک خبر گوش دارم. مقالی سقراط رو پیدا کردم. الراستی؟ نقص انشالله خبر درست است. اگر این بار سقراط را پروانه نتوانم هر دوی شما را بپرانم. رفتیم اکا کانون اگر سمکی داکیسد işten gidelim çok değil. الو من به مکانی گفته‌تان آمدم. ها این خیلی باشه اگه پرابلم آنست دارم سری کوچه سری دستکی یک صحبت بکنیم میریم. چون که من این دیگه 100% نامزدی دارم. برای من فرقی ندارد. اگر کار داشته باشه دیگه وقتی دیگر هم میتوانیم واخوریم. نه حاضر ما میخوریم.
تا اومدن رسیدن طریق تلفن قطع کم تا صحبت کنم. این سخرات بدبخت از شما معلوم میدین چی میخواسته باشه؟ امیر میدونی؟ با خدا من هم نفهمیدم. از من چی میخواسته باشد نفهمیدم. شما در گذشته با همین سخرات بدبخت داد و گریفت داشتید یا نه؟ تماما، چون که پیشتر یگان بار نخورده ایم، نمیشناسم او را. یا خدایا، این خلقی باشه سقراط بدبخت برای چی شما رو دستگیر میکنه؟ یگان معنا ندارد کو؟ من هم همین رو میگویم. از من چی میخواهد نفهمیدم. کارتکیل است. بله کارتکیل است. کارتکیل است. یک آدم به طرف من سلاح کشید. کارتکیل است. دوستان نگوره. چرا خاموش کردی؟ چه خیلی پلیس هستی تو؟ باید یاری دیهی، نه اینکه تلفن را خاموش کنی. این آدم مرا میپراند. استوب! استوب! من پلیس لده. اگر باور نکنید این حجت پلیسی گوش که قفه بو ماشین سون فقط تش های کن. یکی تمرنگ همون بالی چرپار بودن های کن. انشالله این دیوانه دیر نمیکنه. کی اکا؟ لیونتی دیوانه آخیه. سقراطی بیشرف در استانبول در همه جا آدم. چند بار گفتم کالتکیل است، نیستم باور نکرد. یا خدا، پلیسش به جای یاری رساندن تلفن رو خاموش. ای خدای، همون سردانم راست میگفت است. این کالتکیل است، زنده است، مرده است. این چه خیل میشود؟ ای اونالی بیچاره. برای چی ما باید باور نمیکردیم؟ ای پشت همین کالتکیل است، اونال زنش سردار. ای جای کارشان پیشش کردن برادر. ما باشیم اونالی بیچاره رو باور نکردیم. و وجدان انسانی شما پروا نکنید سردارم. من این کالتکیل است رو دستگیر میکنم و آبرو شما رو دوباره در امنیت برقرار میکنم. مرا لوینت میگن. کازا زیرکم ولی شرپار. ثوابی بزرگ میگیری. از آن حادثه یگان خبر است؟ کدام حادثه بابا جان؟ آن روز سقراط گفتنی آدم وقتی که یک نفر را کشتنی بود پلیس را خبر دادی نجاتش داده بودن کو؟ چی شد با آن آدم؟ یگان خبر است؟ وای من او را نمیشناسم بابا جان. مهم نیست. تشویش شدم برای همین پرسیدم. من رفته سیلن رو ببینم. رو البته رو. دقت به همه گروه ها تکرار میکنم. ژیگولی رنگ سرخ به طرف ساحل حرکت میکنه. در سر چنبرک باشد کالتکیل است نشسته است. ما او را تعقیب میکنیم. برای کمک ما یک چند ماشین دیگر را بفرستید. هرچی زودتر. هم مردک تیزتر ایکون گزه بجا. من اون را باور نکردم. بیچاره رو با نزد دفتر دیوانه ها بردم. کالتکیل است بیشرفه. با دقت باشد و ماشین را خوب میراند. از کالتکیل است دور نشوید. با دقت باشد. با دقت باش برادر. از او دور نشوید. کجا شدین گروه فرستادگی؟ از پشت کالتکیل است بابی اکرم از اون رو گردان میدونه میره برادر. با فکر اکرم من نمیشناسم. ولی کار تمام شد بعد خودت صحبت کنیم. سلین دخترم ای آدم کجا شد؟ میآید مادر جان میآید. او در جای کار است. گوش کن دخترم ما ایتله برای تو آمده ایم. اگر ما میفهمیدیم چون این است تمام هم نمی آمدیم. مادر جان بس است. ای دیوانه در کجا هستی؟ همه تو رو انتظار است. سردارم شما راست میگویید. کالتکیل است زنده است. پسرم تو به فاتحه دیر مونده. بیعقل دیوانه.
پروا نکنید شما سردارم. من این کرتکلاس بیشرف را دستگیر میکنم. چی؟ کار ناتمام شما را من تمام میکنم. آبرویتان را از سر اینا برقرار میکنم. چی ها میگوی دیوانه؟ کدام کرتکلاس؟ این سردارم کرتکلاس نمونده است، زنده است. اون الوجدان انسانی بعد چشمم دیدم این کرتکلاس زنده است. یا ژیگولی سرخ خریده پد پیش ما رفته است. صفتتر نگو بی عقلی دیوانه، بجشن دیر کردی. بفاتحت دیر کردی، بفاتحت. همه منتظر تو هستند. تو از پشت یک خیال بافته میدوی. دیوانه هستی پسرم؟ بین پدر و مادر سیلین از جشن رفته ایستادن. این را بدان. شما پروا نکنید، من بیشرف را دستگیر کردن جنایت‌های کردنشو از بینش میبرم. التباس ما را ببخش سردارم. من شما را دیوانه فکر میکردم. الو لیوین، بعد زنگ میزنم. لیوین وای در راه است. آماده ایستاده جانم، در راه است. از پشت این بیشرف من سردارم را دیوانه فکر میکردم. چند بار را به دیوانه خونه بردم. وای دیوانه نیست، ما دیوانه هستیم. آفرین، پلیس آمد. حاضر از این دیوانه خلاص کنید. سقراط سود همه بابوشی شیدن تحقیب را ادامه میده. غضب وجود سکنک سرشی همون را دریا که بخواب پاس خباره نکن. سوار میشم خدمت جواب. سلین شرمندگی است. چرا تا حال داماد نیامده است؟ تمام مادر تمام. یا خدایا. آه لیوین آه. سلین آروم باش. جنابی احمد سلام، چخیل هستید؟ انتظار شدیم ناومدید؟ در راه بودم، یک کاری تعجیلی برآمد، دیر کردم ولی میآیم. تمام، بسیار خوب. با میلیس منتظریم. خوب. نامزدی به این هم بر هم میخورند، ولی من باشم با داماد شونده هم با میخورم. میلیس بسیار در هیجان هستم. چی شد مادر؟ سورپریز. کمی بعد خواهی دید. چی نقشه دارد؟ پدر جان شما با کجا میروید؟ نامزدی تمام، به دوزخ میروم. باز از من میپرسد.
چهار طرفتون قبله. حاضر می آیم. نجم از سبب بالا از جایت نجم سفران اگر از جایت جون بدی 10 ثانیه پیش از عجلت میمونی. بچه قفا بیس کپا نمیفهمی؟ وقتی گرفتن انتقام دامانا زیار رسید. کدام انتقام رو میگویی کنان دیوانه؟ آدمی که زنده است از من انتقامی او رو میگیری؟ تو چی میگویی ها؟ امان سفسته نگو. ببین کالتاکیلا زنده است. کجا گم شد؟ ای دیوانه در کجا میگردی تو؟ ابله چرا به نامزدیان اومدی؟ من کارتاکیلا رو دستگیر کردن نتوانستم. خرید او را دستگیر میکردم اما بیشرف از دست ما گریخت. تو بیعقلی. کدام کارتاکیلا است؟ کدام کارتاکیلا است؟ سیلن با اویلش رفتن. نامزدی تمام. سردارم من گفتم که کار برای من اولین درجه است. کارتاکیلا را دستگیر میکنم گفتم دستگیر میکنم. چی؟ سیلن قهر کرده از اینجا برآمده رفت. سیلن جان! دیوانه. لبای آقای اکرم کارتاکیلاس رو پیدا کردم. چی؟ حاضر از پسی او هستم من. گوش کن. باوری داری که اوست؟ بله باوری دارم. تمام ادامه ده من میآیم. مرحمت آقای اکرم. خودم میرانم. بیتل اینجا بیا. بیتل باید به تو یک چیز رو بگویم. از تو پنهان کردن نمیتوانم. اکاد زنده است بیتل. چی؟ بیتل بین من مطمئنم در حقیقت زنده است. ملیسا رو از ما پنهان کرده است. زهرا جان تو چی گفتنت رو خودت میفهمی؟ بیتل جان من اکاد رو دیدم. او رو به آغوش کشیدم. اما مثل که او مرا تماما نمیشناسد از پیشم رفته چون که او از من خفه است. اما باور کو او زنده است. ملیسا رو به خاطر من از ما پنهان کرده است. زهرا در کجایی؟ چیکار کردی؟ گفتی میبینیم. در راه هم برای واخوری نزدتون آمده ایستادم. ما نمیخوریم مگر؟ چی؟ به نزد ما آمده ایستادی؟ بله مادرت کمتر پیش زنگ زده بود. واخوری آمده ایستادم. به تو نگفت مگر؟ نه احمد نیا اینجا التماس. چرا چی شده؟ احمد التماس با مکانی که دویم وا میخوردیم به لب ساحل رو. من میآیم زودتر. میلیس مادرت چی؟ احمد التجا میکنم لطفاً. عشقم حیاتم من میآیم زودتر. ملیس با کجا میروی؟ آخر احمد میآید. ملیس با من عشقم گفت. عشقم میگوید. ملیس ایست احمد میآید. اینجا چی گفت است؟ من هیچ چیزش رو نمیفهمم. در این دنیا تنها تو مرا تسلی میدی. نباشد چیکار میکردم؟
کالتکیلا، ساقی سیاه، دامولازیا، احمد شمشیر ماهیتی ندارن هنگامی که تو در برم باشی. تو در برم باشی کافیست میلیس، دیگرش مهم نیست. Kaltakilas dar onde soğuğa yakın. ناممکن است. Soğuğa yakın ama çıkar buna. سلاحت را بیده. تو را باور کرده به عائله‌ام قبول کردم. در حیاتم مهمترین شخص زهرا که برایم با قدر است به تو امانت دادم. به تو باور کرده بودم ولی تو حیاتم را محو کردی. باوری که به تو داشتیم محو کردی. بین حاضر باشد پیدا شدی. دیگر باره اجازت نمیدیم که مرا رنجانی. هرگز. وقتی که به اینجا می آمدم آدم های سپرا دست پسند. خدا نگهدار باشد. من در حیاتم عموما از هیچ چیز نمی ترسم. ترسیدم که تو را دوباره نمی بینم. میلیس در این دنیا تنهایم. کسی ندارم. نه گذشته و نه آینده ای دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. اما تو نزدم روش خود رو تنها حس نمی کنم. چی میگم؟ نمی ترسم. احمد نزد تو باشم دلم با هیجان می‌لرزد. نمیدانم چرا اما در نزد تو نمیترسم. احمد مرا با تو بودن همیشه خوشم میآید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمیتوانم. وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همه‌اش رو فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با قلتکی لس شناس می کرده ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. احمد من هم تو را دوست می‌دارم. زیا باز تو
امروز خیلی به من روا دیدی زیا. تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ ایست مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ بسیار دوست می‌دارم. тамошобинони азиз, студияи Карон филм барои мухлисони филми ҳидоят як иқдоми некро пешниҳод мекунад. акнун шумо метавонед ки бо харидани фитаҳои аслии филми ҳидоят соҳиби тӯҳфаҳои арзанда гардед. фитаи аслии филми ҳидоят аз студияи Карон филм чунин муқова дорад. ҳангоме ки фитаи филми ҳидоятро харидорӣ мекунед, албатта ба рӯяш назар кунед. дар ин ҷо голограммаи студияи Карон филм ва рамзи махсус ҷойгир шудааст. иқдом ине ки студияи Карон филм ана ҳамин аст ки дар голограмма бозиҳои бурднок ҷойгир карда шудааст ва алалхусус дар рамзи махсус. акнун ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр соҳиби тӯҳфаҳо ва бурдҳои молӣ мегардед. голограммаро як тангаро гирифта тоза мекунем. ана ҳамин хел оҳиста оҳиста рақамҳо намоён мешаванд. дар ин ҷо 3 рақам ҷойгир шудааст. агар 3 рақами якхела барояд шумо бурд мекунед, яъне ки агар 3 10 барояд 10 сомон бурд мекунед. 3 50 барояд 50 сомон то 500 сомон аст. 3 500 баромад 500 сомон бурд мекунед. ҳангоме ки ман тоза кардам 2 та 50 ва 1 то 5 баромад, яъне ки ман бурд накардам. акнун дигарашро тоза мекунам. фитаи аслӣ мегирем. хоб бубинед, дар ин ҷо ҳаст голограмма ва рақам А744, рақами рамзӣ. хоб тоза мекунам. бубинед, ана 3 та рақами 100 баромад, яъне ки ман бурд кардам 100 сомон. агар 3 адади 100 баромад ё 3 адади якхела, тариқи SMS дар телефони мобилии худ рақамчинӣ мекунед. аввал бурди голограмма рақами 100ро менависед, баъдан ҳарфу рақами рамзиро ва тариқи SMS паёмак ба рақами 985 055 055 равон мекунед. аз 3 то 50 сомонро мо дар сурати ҳисоби телефонатон мегузаронем. аз 100 то 500 сомонро пули нақд медиҳем. мана дар ин ҷо омадааст А744 боз меша 755, А701 ё ин ки 2000 фарқ надорад. боз ин ҷо мешавад иваз мешавад, б мешавад, с мешавад. хулас филмро ки тамошо кардед, фитаҳоро напартоед.
зеро боз бозии дуюм шуморо интизор аст. баъди ҳар 2 моҳ бозии бурдноки рамзҳо гузаронида мешавад. ҳамаи ҳамин рақамҳоро гирифта ба қутии махсус меандозем ва як тифлаки бегуноҳ аз даруни қутӣ якчанд рақамро берун мебарорад. рақами кашидаи тифл ба рақами фитаи касе мувофиқат кард, он гоҳ соҳиби тӯҳфаҳои арзанда мегардад. фитаҳои аслӣ ана ҳамин аст. ғайри инҳо ҳамааш дуздӣ ва халбакӣ ҳастанд. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳангоми харидорӣ кардани фитаҳо бисёр бодиққат бошед ки голограммаҳо тоза кардагӣ набошанд. шумо дар ҳолати харидорӣ дар ҳамон ҷо тафтиши голограмма, рамзи махсус ва диск нишон медиҳад ё намедиҳад бигзаронед. сарояндаи эстрадаи тоҷик баъд аз ҳаёту бевафоӣ ба рӯи саҳнаи ҳунар омад. бевафои ман будӣ азизу ҷони ман, нозанини ман. ҷаҳонгир албоми нави хешро пешкаш мекунад. нахустин албоми ҷаҳонгир ошиқам чунин ном гирифтааст. ман ошиқам, ошиқи туям, ошиқи чашмони банозат. ту биё эй нигоро, андаруни ин албом судҳои ошиқона, як ҷаҳон шодиву нишод ва саддое ки наздик ба дилҳост. خیانت کردی و رفتی نمیبخشم تو را. ба наздикӣ нахустин албоми ҷаҳонгир дар сартосари тоҷикистон ба фурӯш мебарояд. дарёфти лаззати дилхоҳ на ҳамеша ба осонӣ даст медиҳад. ин мазза ва таъми хуб ҳатман чизеро дар қиёфа ва зеҳнатон иваз мекунад ва шумо наметавонед ки ин эҳсоси гувороро пинҳон кунед. аз чойи марал ҳаловат бар.